اصلا قصد بی‌احترامی ندارم ها، ولی روی صحبتم با اوناییه که به ما فوتبالیا گیر میدن. اونایی که همش غر میزنن که چیه این فوتبال به درد نمیخوره و چرا همش فوتبال نگاه میکنی، شورشو در آوردی. مامان یا بابایی که به خاطر فوتبال دیدن یا بازی کردن به بچت گیر میدی. یه سوال ازتون دارم، خدایی بهتره بچت بره دنبال دودم یا اینکه بره دنبال ورزش کردن؟ همسری که به شوهرت سر فوتبال گیر میدی، بهتره شوهرت بره بیرون و رفیق بازی کنه یا اینکه تو خونه کنار خانواده‌اش بشینه و فوتبال رو دنبال کنه، ورزش مورد علاقه‌ش رو دنبال کنه؟ ببین اصلا نمیخوام فاز نصیحت بگیرم و ادای این مشاوره رو در بیارم، ولی میخوام فقط یه چیز بگم. ما فوتبالی‌ها وقتی پامون رو روی چمن میذاریم انگار وارد یه دنیای قشنگ میشیم، یه دنیایی قشنگتر از این دنیایی که داریم زندگی میکنیم. فوتبال ذهنمون رو آروم میکنه، استرس ازمون میگیره و بهمون انرژی میده. این ویدیو رو تا آخر نگاه کن، چون میخوام بهت ثابت کنم که فوتبال فقط یه بازی نیست، فوتبال خود زندگیه. پس بریم که داشته باشیم. فوتبال یه تئاتره، یه فیلم زنده است که هر هفته میلیون‌ها آدمو دور هم جمع میکنه. توش گریه هست، خنده هست، شادی هست، غم هست، حتی امید و شکست. ما فوتبال رو میبینیم چون توش خودمون رو پیدا میکنیم. هر تیم مثل زندگیه، پر از بالا و پایین، مثل وقتی که میبازی دوباره بلند میشی. فوتبال یادمون میده امید هیچ وقت تموم نمیشه. فوتبال تنها جاییه که دنیا برای 90 دقیقه وای میسته. توپ میچرخه و قلب میلیون ها نفر باهاش میتپه. فوتبال فقط یه بازی نیست، فوتبال آینه زندگیه. قصه امید و شکست، رویا و واقعیت. یه لحظه تو فوتبال میتونه همه چیز رو عوض کنه. ما فوتبال رو تماشا نمی کنیم، ما فوتبال رو زندگی میکنیم. فوتبال زبون بی کلام آدماست، پلی بین رویا و واقعیت. ما با فوتبال نفس میکشیم، باهاش بزرگ میشیم و هر هفته قصه جدیدی رو زندگی میکنیم. فوتبال زندگیه، زندگی پر از اسطوره، پر از عشق، پر از لحظه‌ای که هیچ وقت فراموش نمیشن. تنها پدیده‌ای که میتونه همزمان برای میلیون‌ها نفر یه حس مشترک بسازه. فوتبال مثل موسیقیه، یه زبان جهانی بی نیاز از ترجمه. عشق هوادار به تیمش از بچگی شکل میگیره، اونقدر عمیق که حال و هوای کل هفتهش بستگی به نتیجه تیمش داره. وفاداری، تعهد، امید، همه روی زمین سبز معنا پیدا میکنه. فوتبال معجزه است. کامبک هایی که تاریخ ساز میشن، گل هایی که مثل موشک میرن آسمون، مدافعانی که مثل دیوار میایستن، هافبک هایی که با یه لحظه ظرافت عظمت یه تیم رو میسازن. روی زمین سبز جام ها بالا رفته، تاریخ ها نوشته شده، اسطوره ها خلق شدن. فوتبال واقعی ترین تصویر زندگیه، پر از برد و باخت، امید و ناامیدی، خیانت و وفاداری، سقوط و اوج. و به همین خاطره که ما میگیم فوتبال خود زندگیه، با شکوه، عظیم، بی‌نظیر و برای همیشه تو قلب ما. اگه تو هم مثل من فوتبال فقط یه بازی نمیبینی، اگه با هر گل قلبت میتپه و با هر کامبک نفست میگیره، همین حالا کانال رو سابسکرایب کن و عضوی از خانواده ما شو. راستی من محمد هستم و خوشحالم از اینکه افتخار اینو دارم که کنارتون با هم فوتبال کل اروپا رو دنبال کنیم. اینجا هر هفته با قصه‌های ناب و فوتبال احساساتت زنده میشه، سعی می‌کنیم حواشی و ترند روز فوتبال اروپا رو با هم دنبال و مرور کنیم و مطمئن باش هیچ لحظه‌ای از دنیای فوتبال رو اینجا از دست نمیدیم. خیلی مخلصیم.